برادری پرسیدند ما رسول الله صلی الله علیه وسلم را ندیدیم، قد و قامت و صورت و چهرهشان را نمیدانیم و گفته شده که شیطان به صورتی هر کسی خود همانندی بکند و جز صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم می شود که صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم با ما بیان کنه. برادر محترم، حدیث صحیح میه، ولی قسمی که بیان کردین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی که مرا در خواب میبینه گویا این که مرا دیده باشه حقیقتا، و شیطان به مانند ما تمثیل کرده نمیتواند خود را. البته مراد از این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در خواب به چهره‌ای که در احادیث ها از رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده به عمو چهره دیده باشد. مراد چهره خود رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اما بیرون از چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم به چهره های دیگری سیاه پوست یا پیس یا کور یا قد پخش یا بسیار دراز چهره های دیگری اگر در خواب خدا نشان بدهد و بگوید من رسول الله سم، این چهره رسول الله نمی باشد و می بینیم شیطان به صورت انسان دیگری آمده خدا پیامبر معرفی کرده، اما به چهره اصلی خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا شیطان تمثیل کرده نمیتواند. در احادیث ها چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شده که مربع بودن، شانهشان چهار شانه که ما شما می‌بینیم چهار شانه بودن، شانهایشان با هم فاصله داشتن و قدشان نه زیاد دراز بود و نه زیاد پخش، معتدل بودن و رنگشان نه سیاه بود و نه هم زیاد سفیدی که به مانند پیس بوده باشه، بلکه سفیدی مائل به طرف سرخی و موهایشان، موهای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیاد سخت درشت مانند موهای مردمای چین و غیره، اینها چین و خطای اینا، و نه هم مانند موهای مردم افریقا زیاد پیچیده و با هم خورده. ای رقمی نه، موهای سیاهی اما تو کمکی پیچیده نه زیاد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم ریششان ریشی انبوه و بسیار ریشی زیبا قشنگ، ریششان زیاد دراز نبود، معتدل بود و در آخرای عمرشان از ریش مبارک چند تاری، تقریبا گفته شده 20 تاری از ریش مبارک سفید شده بود. و رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رفتار میکردن مائل به طرف پیش، گویا این که از جای بلندی به زیر پایین میشده باشند، اینطور رفتار داشتن و چشمهایشان سفیدیش زیاد بود و سیاهی چشمشان زیاد سیاه بود و خلاصه شخص بسیار زیبا که شاعری زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت دی شعر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم زیباییش تمثیل کردن و احسن منك لم تر قط عینی و اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. میگه از تو زیباتر چشم من دیگر زیبایی را ندیده و از تو زیباتر هیچ زنی تولد نکرده، یعنی هیچ زنی به دنیا از تو زیباتر پسری به دنیا نیاورده. تو قسمی آفریده شده ای که از همه عیبه های که به انسان ها است، از این عیبه ها پاک هستی، چی عیبه های خلقی بوده باشه چی عیبه های خلقی، یعنی هیچ در بدن تو کدام عیبی نیست و همچنان در اخلاق تو کدام عیبی دیده نمیشه و تو قسمی آفریده شده گویا این که به میل خودت، به خواهش خودت آفریده شده باشی. یک انسان به خواهش خود اگر کسی را بگذارن خوبترین چهره را انتخاب میکنه، از چشم گرفته تا مو تا اندام و تا قد و تمام اندام خوبترین چهره را به خود انتخاب میکنه
و در این شک نیست که الله تعالی انسان در بهترین چهره آفریده و در هر صورتی که خواسته انسان ترکیب کرده ساخته. الله تعالی چهره های الله تعالی و خلق الله تعالی همش زیبا است، لکن بعضی از خلقها و بعضی دیگرش تفاوت دارد. این شکلی نیست که حسن و زیبایی هم یکی از یکی از خلق زیبای الله تعالی است و رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار زیاد زیبا بودند. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. الله تعالی روز قیامت ما را با رسول الله صلی الله علیه وسلم حشر کنه و از حوض کوثرشان محروم نسازد و همچنان از شفاعتشان محروم نسازد. که آیا دندانها را با طلا پوش کردن جایز است یا خیر؟ آیا انسان گناهکار می شود؟ برادر محترم، طلا استفاده کردنش برای مرد نادرست است و جایز نیست از طلا استفاده کنه و همچنان زینت دادن دندانها برای مرد جایز نیست الا در وقت ضرورت، که اگر از طلا نقره دندان میسازن باز حالت ضرورت مشکل ندارن. قسم صحابی به نام عرفجه بینی ازی قطع شده بود در یکی از جنگ ها، باز از نقره بینی ساختن برش. یک مدتی تیر شد، بوی گرفت، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد که بینی از چی برش بسازن؟ طلا. بعد از اون بینی از طلا برش ساخته شد، بینی طلایی برش جور کردن. پس از این استدلال میشه که در وقت ضرورت انسان هر عضوی را که ضرورت باشه از طلا و خاطر ضرورت استفاده میکنه. درست است در غیر ضرورت زیب و زینت و چیزا درست کردن استفاده کردن جایز نیست. بارک الله. برای مهدی و دجال پرسیدن که کدام یکی از اینها اول می باشد. برادر محترم، در عبارت کدام دلیل واضح و روشنی وجود نداره که اول مهدی می باشد یا دجال. البته مهدی یکی از علامات قیامت، علما ذکر کردن بیرون شدن مهدی، ولادتی از او و امامتی از اوست که میآید زمین را از عدل و انصاف پر میکنه بعد از اینکه از جور و ظلم و اینها پر شده بود. و اسم مهدی نامش محمد یا احمد به نام رسول الله صلی الله علیه وسلم و نام پدرش هم عبدالله به نام پدری رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه و از نسب آل بیت، از نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشه خودش. و اما وقتی بیرون شدنش و وقتی ولادتش تو مشخص نیست که در احادیث در وقت دجال می باشد، قبل از دجال می باشد، بعد از دجال می باشد. و بعضی علما البته گفتن که امامی که در وقت پایین شدن عیسی علیه السلام به زمین در دمشق امامت مسلمین را میخواهد بکنه در نماز فجر و حتی امامت مسلمین را در جهاد هم به دوست دارن، امی شخص مهدی گفتن که امی مهدی است. و در حدیث تو واضح نیست، البته در به لفظ امیر ذکر میشه که امی شخص امیر مسلمان است و نماز فجر است، میخوان نماز فجر امامت بکنن، بخوانن که عیسی علیه السلام به ذریعه ملائک پایین میشه و از عیسی علیه السلام تقاضا میکنه که نماز را بدهد. عیسی علیه السلام میگه نه، این فضل و مرتبه و مکرمه است که از جانب الله تعالی به شما داده شده و باز امامت مسلمین را همین امیر خودش میکنه. و بعضیا گفتن همین امیر مهدی میباشه. و البته واضح و روشن نشده که این امیر قبل از دجال بوده یا بعد از دجال. بعضیا گفتن که قبل از دجال است.
قبل از دجال است. واضح نیست در دلایل. المهم قبل از دجال باشه بعد از دجال، اگر مهدی همون شخص باشه با یهود درگیر است و جهاد میکنه و همین لحظه درگیری از اینها، جهادی از اینها در وقت نماز صبح عیسی علیه السلام به ذریعه ملائک پایین میشه و اولین کاری را که انجام میدهد دجال را از بین میبرد. الله اعلم. برادری از حجامه پرسیدن که آیا حجامه کردن جایز است یا خیر؟ بله برادری محترم، حجامه جایز است و رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامه را نوع علاج معرفی کردن و خودشان حجامه می کردن. اگر شخصی که ضرورت داره حجامه میکنه، حجامه نوع علاج است.